یگید یادت ایست نمیستم کردارم مرا ببخشید تو چیکار کردم میخوایی؟ چرا با پروکرور هجوم کردی؟ از جان سیر شدی مگر؟ جورا جون با او چیکار کردی؟ کاش که مرا میگفت با او کاردار نمیشدم و سکوت میکردم با فکرت کی را در نظر داشت؟ حلیمه را تخدیر کرد من هم کرسی را گرفته به سرش زدم شکر کند که نکشتمش مفتشان هم دیدند؟ چی باید کرد؟ بخیر است چی شد؟ هیچ گپ نشده است ممدو چی شد؟ آشنای ما کاری کردهش رو کرد بعد سیدون هجوم کرد چی ها میگوید؟ باز از چیز دلم آگاهی میدهد سخنهای سوها مفتشا بازی هست اما یکی دست گذراندی بله من سرحد را گذشتم اینجا بیا کجا میروی؟ یگانجا گم مشو حجت ها را هم گیر در دست شما است سردارم برای خاطره جورا جان این دفعه از حد گذراندی استید من رو برمیگردونم من هم میروم تو میدانی به کجا میروم؟ با کجایی که تو روی من هم میروم نجیب سریعیت رو میخواهم این کاری کردهش رو پرداخت میکند یک نه دو نه آقای پروکرور هر وقتی که سری نفری از ما در بلا ماند از عقبش نفری پیدا می شود تو چی گفتنی هستی؟ روشن گپ زن تا مفتش هم فهمد من روشن گپ میزنم آنقدر منوی چکر ندارد میفهمیدگی میفهمد چه؟ مگر تهدید داری؟ مگر نجیب یلمز پروکرور دولت رو تهدید میکند؟ این گپی کجا آقای پروکرور من کسی را تهدید نمیکنم عرض میکنم گپی زیاد چی لازم؟ البته آقای پروکرور این دیوانه اوضاع نه تنها در تشکیلات امنیت بلکه در توقفگاه هم کار داده نشود بیا رفتیم آقای سوها اینجا خیلی بلند است و در پایان ورطه بیتک اگر ترسی میتوانی برگردی من از اون میترسم که با تو حادثه نشود خواطر مشو چیزی نمیشود تنها زندگی کرده به تنهایی عادت کرده تو چرا با من آمدی؟ وای چه گویم برای تو خواطر شدم تو رو تنها گذاشتن نخواستم مرا تنها گذار میخواهم تنها باشم اگر ناراحت شوی من میروم فقط همین رو گویی بس رو لبای رو گفتم رو دائما یک سخن رو گفته میستی چرا آمدی چرا رفتی تو حق نداری که با من چنین رفتار کنی بگوی من چی گناه کردم که با من چنین رفتار رو روا میبینی من چی من به تقدیرم تن دادم البته حق ندارم لیکن دل کس رو شکسته دوستانت رو زیر پا کرده به کجا میروی به همینجا به کنار جر پرتو خودت رو چرا ایستاده ای مادامی که نمیترسی مادامی که جسوری پرتو خودت رو گمان میکنی نمیپرتایم مطمئنم که میپرتایی بر بالای جسدی پراکندت که گریه میکنند 3 روز پس حتی نامت رو به یاد نمیآورند شاید فکر میکنی که در بورت همچون قهرمانی داستانی مینویسند همین طور خطا میکنی میفهمی مرا به حالم گذار
ҳар вақте ки хоҳӣ истеъфо медиҳӣ, ҳар вақте ки хоҳӣ маро ба ҳолам гузор мегӯӣ. Дар охир саркамисар худашро аз ҷариб партофт. чаро? чунки дилаш ҳаминро хостааст. ба ту гуфтам ки рав аз инҷо, рав гуфтам. бо ҷону дил. дар ин кӯҳу саҳро танҳо куҷо меравӣ? ба инаш кори ту набошад. малика! малика, ист! фақат бардоштани нози то намерасид. سردارم نقشه کاملا اجرا شد. راستی قبرغم شکست اما برای دعوا این سببی خوب است. سوها تو را همراهمون دیدن خیلی خورسندی بخش است. میبینیم در نزد سود خودش را چگونه حمایه میکند. فکر سودی ها را مکن. نمیخواهم که زندانی شود. از وظیفه گیرند بسنده است. همینش کفایه. پس نقشه های دیگر هم دارید؟ البته وگرنه به یک پلیس چرا اینقدر توجه کنم؟ ای بانو، اینجا و در این وقت برای یک زن زیبا خطرناک است. ایستگاه قریبترین 20 کیلومتر دور است. خواهید شما را تا آنجا برده میتوانم. خیلی خنده آور. سوار شو با ماشین. مادرم گفته بودند که با ماشین بیگانه سوار نشم. تشکر. پیاده میروم. بسیار ناز نکن. زود شین با ماشین. نمیشینم. ببینید جوانان عاشق راست را گفتی دور تو دیگر بابا شده است. هم عاشق میشوند هم جنگ میکنند. دختر ناز کرده ایستاده است بچه هم با تو شین گفتم. نمیشینم گفتم. نمیشینم. به این همه رو نمیخواهی. ای من نگفتم که نمیخواهم. سرم را در بلا ماندم. دردی مرا تو نمیفهمی. من تنها میخواهم که با دردی تو شریک شوم. تو باشی هر دفعه نغمه نو نشون میدهی. چیکار میکنم؟ همین هم کار است. هر لحظه ای که من سوی تو یک قدم میمونم تو راه گریز رو پیش میگیری. مایلش گوش کن. بعدا میدهم که دیگر نمیکنم. میدونم که میکنی. باز تکرار میشود. شد. آرام شو. آرام شو. من به تو چیکار کردم؟ چی بدی کردم؟ بگو چی بدی کردم؟ نباشد گیر. مرا پرو. با سرم پرو. هر دویمون خلاص میشویم. هم تو خلاص میشوی هم من. بیعقلی نکن. گیرین رو. از سلاح نفرت دارم. مایلش نباشد من خودم را میپرونم. اون وقت من را میبخشی؟ انا نباش قد رو نشون دادی. این تنها به تو خاص است. خب ایست مایلش چی کار میکنی؟ تو در حقیقت دیوانه بوده ای. نترس. تیردان خالی باد. میدانی کسی که دل دارد و با این تبسم عاشق نشود بیعقل است. خطا نکنم همین طور بود. بله زیبا بود. در کدام فیلم دیده بودی؟ خب از تو چیزی رو پنهان کرده نمیشه. بیا رفتیم. اکنون چی کار میکنی؟ یگان علاج میکنیم. دوباره تو رو با پلیس نمیگیرند. نگیرند آخر. من هم راه و رویش خودم را مییابم. چی خیل راه؟ نفهمیدم چی گفتنی هستی؟ هیچ گپ نیست. پرسیدم که چی گفتنی بودی؟ حال حاضر همین قدر دانه بس است. کمربند را وصل کن. تماشابینان محترم،
дар даъвои энергиком пешравии назаррасе пайдо шуд. имрӯз зимни амалиёти ҳукуматӣ дар хонаи тирпаронӣ ба амал омад. дар натиҷа силоҳфурӯш Килеш Камол ба ҳалокат расид. 2 нафари дигар дастгир карда шуда бозпурсӣ идома дорад. дар айни ҳол сабтҳои ба дастомада ташхис карда шуда истодааст. Килеш Камол дар якчанд ҳодисаҳо саҳм дорад ва то имрӯз ҷазо нагирифтааст. сабтҳои ба дастомада нақшаҳои ҳодисаҳои минбадаро нишон. با آنها دست دراز کرده نبودیم اما آنها از آرنجمان گرفتند. اگر مانشان نکنیم دست هم میرود سر هم. قتل کلش خوب نشد. کمی دیوانه فیل بود اما شخص کاردان بود. ما میخواستیم در عملمان نقشه نو وارد سازیم اما باید صبر کرد. چرا آدمهایمان در دست آنهاست. مبادا سیر فاش شود. فرخ یگید از جایش میخیزد. مردم از این عملیات کردم هنوز با خبر نیستند. حالا در دست موادهای زیادی برای اجرا داریم. تشکر زیاد به دوستان وسایط اخبار عامه که هر عملیات ما را دستگیری میکنند. سردارم معلوم است که بعضی از خبرنگاران حقیقت را گفتنی اند اما چخیلی که فرمودید دوستان ما آن را آبدار کردنشان میدهند. کارهای آنها هم دشوار است. هرچی نویسند پس از فردا بر نوشته هایشان جواب میگیرند. در این شرایط نوشتن برای آنها خیلی دشوار است. لیکن چیزی را مانع کارشان ندانسته مسئله دموکراسی را رنگابرنگ نشان میدهند. نوشتن گیرند. این کارها سهل و آسان نیست فرخ. در این دعوا هر کس وظیفه خودش را اجرا میکند. اگر به مردم فهمانده توانیم که این دعوا میان شریعتگران و دموکرات ها هست راه ها گشاده میگردد. درآید. بیا آقای هلدون. سردارم حادثه را شنیدید. کلش را به قتل رساندند. افسوس. اینها چیستند؟ معلوم است که نقشه ها اینها را گرفته پخش کن. پخش کنم؟ این عمل به پای خود کش زدن نیست مگر؟ هلدون هر چی که گویم همان را اجرا کن. گرفته پخش میکنی حتی شیطان هم نفهمد. بعد دایره و تبلک میزنید. نمیفهمی مگر؟ کاری عادی و فهما. اکنون درک کردم. ما اسناد لازمه رو به بالا رسانیدیم. لازم شود رекторҳо донишҷӯёнро низ ҷудо мекунанд ва масъулонро низ вазифадор мекунанд. агар саркашӣ кунанд дар бораи хазина гап занд аз сабтҳои дар дастамон буда гӯӣ пас мебинӣ ки зуд ба соҳил мебароянд. тақдири раиси шаҳр ба ҳама маълум аст. мо майдонро муҳайё намуда ҳарчи аз дастамон омад кардем. боқи кори бузургон آقایان به سرتان بلای بزرگ آمده است. مهیا کردن شرایط برای تبادلات ضد قانون است میدانید؟ معلوم می شود که در این کار جنایت هم هست. گناه یگانه ما دوست داشتن وطن است. نخواد کی ببخشید ممکن ما نادرست فهمیدیم. به دانستگی ما دوست داشتن وطن و خلق و وطن کار خیر کردن است، نه در حمام‌های گران با نابالغان عیش و نوش کردن. بنوارها چی میگوید؟ تا ادوکت هم نهایت گپ نمیزنم. تو چی؟ ما رو چقدر اینجا من میکنید؟ پس پرده جنایت رئیس شهر آیا فیفی بود مگر؟ برای چی این صحبت را ثبت کردید ما خوب میدانیم. البته که در دست فیفی ضد شما هم ثبت ها موجود است. شما هم خواستید که خودتان رو حمایت کنید. گوش کنید آقایان، اخراج شدن برای خود شما خوبتر است. وگرنه تنها کمی وقت میگذرد و همه چیز دیر و یا زود آشکار می شود. در این زمان در دست همه کس ها ثبت ها موجود است. در دست فیفی صدها ثبت ها هست. تو خاموش شو. چنان ثبت هایی هست که حتی با تلفن های عالی مقام ها گوش می اندازند. کی گوش می کند؟ ساکت باش. اینش را نمیدانم. همه را گوش می کنند. کارمندان دولتی، وزیران، مشاوران، تاجران را با کسی کارشان افتاد آنها نزدشان چارزانو میشینند. البته به تهدید کارشان بود نمی شود. او کیست؟
راست بودگیست در یک لحظه همه رو فروختی بی حیا قسمت رو زود فراموش آقای کردی نوری را به دیگر اتاق گذارانید. ادوکاتم رو میخواهم بی ادوکات گپ نمیزنم راگرد این رفتارتون بی‌ادبیست ادوکاتم رو میخواهم اینجا دولتی حقوق بنیاد است حقوق برای همه کس از آقا وقت تعدید آنها هم باید از حقوق فکر میکردید. آقای نوری خوب هستید؟ شما او را با کدام گناه حبس کردنید؟ حالا حبس نکرده ایم، تنها صحبت داریم. وظیفه همان رو اجرا میکنیم. با او صحبت کردن میخواهم در تنهایی. ممدو با آقا اتاق مناسب نشان ده. مرحمت. مرحمت میتوانید اینجا بخورید. خواهش میکنم شما برایید. زود به جمهوری الهان زنگ زن این جمالی ترسانچک همه رو فروخت ارتباط جنایتی رئیس شهر رو با فیفی تفتیش میکنند این مراتب در دستشان دلیل های قوی دارند. جمهور چیکار هم کرده میتواند؟ او ارتباط های خوب دارد او حتما راهی خلاصی را مییابد اگر آن جای را هم تفتیش کنند محو میگردیم زودتر برو. مایلش. سردارم در آمدن و برآمدن اینها اینقدر آسان شده است؟ اگر از او درست استفاده برده توانیم اینجا بودنش شرط نیست و آنقدر اسرار زیاده را میداند که در آزادی بودنش بهتر است. خیر تو با نوری کار کن من جمال را میبینم. ایتا سردارم. پیش رو هم را نگیرید پیش رو هم را نگیرید یک طرف ایستید یک طرف ایستید. اکای جمهور من ادوکات اورهان حاضر در پیش نوری بودم. جمال در بازپرسی همه را فاش کرده است نام فیفی را گرفته است زود باید کاری انجام دهیم. در دست فیفی ثبت ها بوده است پلیس حاضر با اونجا می رود. فهمیدم یک طرف ایستید. در این عالم همه به خود پرونده دارد کسی به کسی باور ندارد. میگویند که کرد تیز اول دست صاحبش را میبرد. باری هم در این باره فکر نکردی؟ خواه نخواه یک روز دستگیرت میکنند دست و پایت را میبندند. خیلی چی میشود؟ روزم سیاه میشود بین مردم برآمدن نمیتوانم بیچاره و سرخم میگردم. در دست فیفی ثبت ها زیادند. البته نام کسی رو که گیری ثبتش حتما هست. اصول ثبت آواز هم موجود است. پس این بادا فیفی دختر زیبای من تو در بین ما از همه داناتری مسئله یگیت رو مکمل حل کردی. روزهای آخر تنها از تو خوش خبر میگیرم و خلاص. ماجرای یگی در امنیت کوتاه دوام کرد لیکن یک مسئله دیگر است. چه بوده است؟ تیری نقرگین. حالا تیری نقرگین گفته آدمان باوری دارند که عدالت غلبه میکند. تو اون رو هم حل میکنی. او را چون موشه باید به دام افکند. چنان باید کرد که دیگر از دام ما خلاصی نیابد. خواطر نشوید برای آن هم نقشه دارم. خیلی خوب درا. سردارم روزنامه‌نگار جمهور الهان آمد عاجل بوده است. درآید. مرحمت. اتنا تو را با نویسنده جناب جمهور شناس کنم. این شخص یکی از اماران فکر ما است. همکار و میانه روی ماست. خرسند شدم. از حادثه گذشته خبردار هستید؟ نه چی شد؟ جمال را بازپرسی کردند. فیفی را فروخته است. از جنایت رئیس شهر و بودنی ثبت ها گفته است. پلیس فیفی را دستگیر میکند. تو راست میگویی؟ این کار چیکار شده است؟ حتی نام دوست داشته من فیفی را گرفته است. اگر پلیس ثبت های فیفی را پیدا کند حتی پرزیدنت امریکا هم فیفی را خلاص کرده نمیتواند. اگر به دست افتد حیات همون میسوزد. بیهنری ترسانچک بزدل همه را رسوا کردی.
بیانات هر دویتان را گرفته بنا به دار محکمه میسپارم. طلب میکنم که شما را حبس کنند. جمال بعضی چیزها را به ما گفت. ما تنها شنیدیم. خود گفتنی ها داشت. احمق ترسانچک بزدل اینقدر تو ناکس بوده ای. در حبسخانه چند سال رفیقی میکنید؟ کمی عیب رو دونید آخر. برای گریزاندن فیفی به خارج اکنون دیر شد. علاج کار را باید یافت. نوگی رسمان را به دست آرم باقی را میکشند. پیشتر هم دستگیر شده بود لیکن به آسانی برآمد. آن زمان گذشت. آن وقت در دست سندی نداشته بودند. حاضر ثبت نوار هر چی که خواهی دارند. قوه پیشینه را از دست دادیم. راست میگوید. این مراتب در دست آنها دلیل های مستحکم دارند. به من اجازه ده جناب جمهور. باید با بچه ها علاهیده صحبت کنم. چرا غمگین می نمایید؟ فیفی را از جوانیش می شناسم. دوست داشته هایم را از چشمم دور کردم برایم مشکل است. چی گفتن میخواهید؟ از روی کار آنها من مجبورم که باز یک انگشت دیگر را با دست خودم برم. مقصدم را فهمیدید فرخ؟ فهمیدم سردارم، فهمیدم. ولی درد نکند. جانم می سوزد. چی جای خنده است؟ فکرهای تازه‌ای به سرم آمده مرا به وجد می آورند. بعد کشتن فیفی در نظر یک چند تیر نقرگین مان. برای چی؟ کارت نباشد. تو گفته هایم را اجرا کن. دانستمان چون این سخنرانیت به من معقول نیست. چی خیلی که خواهم گپ میزنم. تو تنها اجرا کن. فراموش نکن که من به تو فرمان میدهم. همه این را یک به یک از تو خواهم پرسید. الا گرسل، مسعود را گرفته به حمام فیفی بیا. نشانی را میدونی؟ نویس یگانجا. شنیدید؟ در 5 جا عملیات گذراندند. تقریبا 20 نفر میگویند. امروز بسیار کسان را دستگیر کردند. البته. من هم حیرانم که عاقبت چی میشده باشد. وقت نشان میدهد. مرا ببخشید. یگید چی شد؟ بخیر است؟ باز خماری دستگیر کنی گرفت؟ خیر دستگیر کردن گیرن. با تو چی؟ با من چی؟ هیچ چیز. لیکن گروه نجیب سردار علاقه دستگیر کردند. رنا خب لیکن با من چی؟ تو خوب هستی؟ با من آدم برین گپ زن؟ من استعفا دادم رنا. استعفا دادم. چی؟ استعفا؟ چرا؟ پدرت را پرس به تو میگوید. ایست آخر با من آدم برین فهمون. یگید ممدو گروه را جمع کن میبرایم. به حمام میروید. ای تو از سردارم. اکای نجیب این آدم باز چه سفسطه‌ای گفته ایستاده است؟ راست میگوید. جوان مرد کارش رو کرد. امانت ها را آوردم. دیگر در دست من بودنشان معنی ندارد. بی‌معنیگی نکن. گیر اینها را. حالا چیزی نشده است. برای من تمام شده است. ببخشید. لبای ملکه در امنیتم. خبرداری یکی استعفا داده است. مایلش انتظار می شوم. توبه یک من بی خبر موندم. چی مگر به جراحی می‌داری؟ از یک جهت ولی آقای فرخ مرحمت برای شما هم آوردم. می‌دراییم و می‌بریم و می‌پرتاییم. مایلش نباشد. زودتر تا آمدن پلیس دراییم. پس با اجازت شما من در را می‌گشایم. مرحمت.
اکا جورابین حوزم دارد. این حوز پر از خون می شود. من دیدم آدمانی را که خون میخورند، اما نه به اندازه مسعود. اوه فاروق، خیلی خورسندم. این رفیقانت کیستند؟ شناس کنم؟ اینها استا و مستا، لیکن شوخی را نمیفهمند. دست پیشک ها هم زیبیده است. والله بهایت 5. یک سخنی مهم برایت دارم. اینجا را خالی میکردی؟ البته. دخترها را بگوی امروز جوابند. زود همه برایم. فهمو اپا. مرحمت، نزدی حوز گذارید. بچه ها، هر خطایی از من گذشته باشد ببخشید. گوش کن، من با مدیر گپ میزنم. پرونده صاحب پر است. ممکن یگان راهش را یابیم، لیکن باید بخشش پرسی. من؟ از آن حرامی؟ میبخشی رنا؟ نمیدونم چی گویم. همه دندانهایم را یک به یک کنید هم عذر نمیپرسم. من گپم را گفتم. گپی من یک تا. رانو چی شد؟ با همه خیر خوش میکند. یک روی دارد که با استعفا میرود. اگر نرود پیش میکنند. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا یارتان. در پناه خدا سرکمیسر. در خصوص پرونده گفتید؟ نه هنوز. دیر نکرده گفتن لازم. راست میگویید. ما رو فراموش نکن سرکمیسر. خیر بچه ها. خیر سرکمیسر. سلامت باشید. من یکی یاد کنید. مایلش دوستم، خودت میدانی. خیر بچه ها، خدا یارتان. من به پوشیدن لباس نظامی لایق نشدم. شما البته همیشه لایق باشید تا در دل من آرمان نماند. سردارم دیر میمونیم. شد. شما تیار شد، من میآیم. یگید یک لحظه. با تو باید گپ زنم. مرحمت سردارم، گوش میکنم. در اینجا نمی شود. خیلی مهم است. باز بر اومدنم لازم است. چی مسئله است؟ بالای تو بازی دارم. بله میدانم که بازی است. حتی از پسم جاسوس هم تعیین کرده‌اند. حتی از طریق ماهواره صحبت‌هایم را گوش میکنند. شب به خانه بیا. زمانی که شنیدی مقصدم رو میفهمی. بیا رفتیم. چی بوده است؟ مسئله مهم؟ نه انگشته غمگین شده است. چرا غمگین؟ یک انگشت دیگرش را باید ببرند. برای همین. چی شد؟ مگر حادثه روی داد؟ نه، حادثه رخ نداده است. حکمی تقدیر. نه انگشته به در خواست، اما به فکر ما دردناک میخواهیم.
فروخ تو چی گفته ایستاده ای؟ تو این رو نباید کنی. مرا کشتنی هستید؟ شین حیوان‌های بی‌تربیه مرا می‌کشند. اکا التماس او را به من گذارید. من خودم پارچه هایش را در خلطه برای شما میارم. آقای فرخ اجازه دید برادرمان آقای مسعود با خانم مشغول شود. مشغول شود. به این هم من با تو صحبت میکنم. اکا این چی خیل؟ نه نه گفتید؟ اینش چی؟ همین؟ ایست نباشد. در من بهترش است. میبینه چی هست؟ انا این میشود. شاید نباشد. سردار به حیاها در را کشا. مدیر به شرم ها کشا. جواب ده آخر. برای کشادن در هم پول میخواهی؟ با تو میگویم جواب ده آخر. چرا تا حال انتظارم نمیفهمم. با آدم هایمان باید گپ زنیم. دوست ها انتظارند. در دستشان به قدر کفایه اسناد هست. پیش وقت از 1001 این را زودتر چاره می دیدن. چی تغییر یافته است که قیمت این دولت همین قدر ارزان است به بچه های قشلاق و کله های خالی داده می شود؟ ما اصلیم. پس چرا تا حال خود را از حادثه های روز کنار می گیریم؟ آنها به درد خودشان آورند جمهور. افسوس که کارها مثل پیشتر نیستند. دنیا خرد شده است. هر کس به کار هر کس دست دراز میکند. چقدر گفتیم، همین قدر تاکید کردیم که عملیات انرژیکوم را به هر اصول از مد نظر دور کنیم. حتی حسیات را استفاده کنیم. لیکن نمی شود زیرا تا امروز بسیار چیزها از دست رفت. به دست شخصانی با اعتمادمان بودجه را دادیم. آنها در شویتزر صورت حساب شخصی شدند. بس نبود که باز مستی کرده به همه معلومات بدهند. نگاه کن، همه سر آشکار شده است. میدان پر از معلومات.
کدامی آن را میروبیم؟ شدنش ممکن اما چنین نباید باشه. مثل گذشته‌مون بابای علی را زیر کردن لازم آید. با تمام قوه به پیش باید رفت. بیهوده تو را کمانوری پیشینه نمیگویم. حالا هم شکارچی عالی هستی، اما فراموش مکن که سید پیشینه نیست. نرخ در را بگو. در را کشا مادری فاحشه ها. در را کشا. جواب ده آخر. سردار فاحشه ها، سردار حرامی ها، در را نمیکشایی؟ کشا گفتم، کشا. مرا خسته نکن، نباشد عذاب سختت میدهم. فکر خودکشی را هم نکن، عیب می شود. جواب ده آخر. جواب ده خدایا. چند مراتب با آدم‌های بالا بوده وا خوردم. قبلا دست افشانده تا به قلعه‌اش می رفتیم. ما را گوش می کردند. حالا طرفمان دیگر نظر هم نمی کنند. نگاه کن، حتی ارتباطی با سروزیر داشتن را هم در روزنامه نشر کردند. شخص اولین را هم به حبس گرفتند. با این کار دخالت کردن مشکل. خیریت که با منصبداری بالا گپ زدم و کمک کرد. شاید مرا به چشمی کم بینید، اما به مقابلشان نباید خاموش بمانیم. تبادلات باشد تبادلات، جنگ باشد جنگ. در این سن و سال هیجانی تو به من شوق می باشد. این را باید دانید که بچه ها بالا یک چند نقشه کار کرده ایستادند. تلفنتان زنگ میزند. فکرش را مکن. فیفی مقصدی او را فهمیده است. حیف. در را کشا احمق. کشا گفتم، کشا. کشا گفتم، کشا. من در اینجا تر شدم، چرا نمیکشایی؟ میدونی کلش برای جا تهیه کردن به فیفی پیشتر رفت. من میگویم که بازینگر کلش کمال برآمد و بازینگر گلسر در آمد. جدی میگویید؟ یعنی من به جای او؟ از این پس قاچاق سلاح از آن توست. من دستتان رو میبوسم، نه تنها میبوسم بلکه به دیدگانم میمالم. این دیوانای تو چی کرد؟ نه سنگ است و نه صدا؟ اگر این دیوانای ما در این حالت ها از خود می رود. مادرش را در 16 سالگی با تبر 2 تقسیم کرده است. برای همین سرش کار نمی کند. اون دیوانه است. احمق، این چیکار کرده؟ اتاق را پر از خون کردی. اکا،
این خیل نگویید. در جنایت من به کارم دقت زیاد میدهم. امضایم را حتما میگذارم. من این آدم رو مقبول کردم. آدمی به تب دل من. معاشت را علاوه میکنم. تشکر آقای فرخ. لبی؟ مطمئنید؟ شد زود میبرایم. پلیس در راه است. زود باید برایم. جسد را چکار کنیم؟ برده پرتویم؟ بگذار استد. لیکن یک حیله. حیله داریم. زود رفتیم. حاضر میرسیم. ممدو بابشو گبزن. اگر آواز سیلا برای دورتر استن کوشش کنیم که عملیات رو به تلف به انجام رسونیم. فهمیدم سردار. پلیس ها نامده زیر میرویم. مایلش با راهی دیگر از طرف یقین میبرایم. اطراف را احاطه کنید. ما از پیش می‌داریم. شما عقب را نگاه کنید. پیش شما پیش. سردارم داغ خون. پیش از ما اومده است. این تیر نخرگین. سردارم همه جا رو یک به یک دیدم. در اطراف کسی نیست. البته نیست. ببین کی زیارت کرده است. انا جای پنهان شوی تیر نقرگینه که عدالت خواه است. اینقدر جای افلاس. زویمان رو میکشم. احمق. در همه جا از نزدم میبراید. یعنی حلیمه پاکی نورش همین بوده است. روح و نور. کسی نباشد. در اینجا چیکار میکنیم؟ یگید به کارهای تیر نقرگین سخت باور میکند. حاضر به نجیب زنگ زده تیر نقرگین رو خبر میدهیم. لیکن یگان دلیل نگذار. تنها عکس حلیمه ماند. بعد میفهمند که این یگید بوده است و اما عیبدار کرده نمیتوانند. زنگ زن.
های های дар ягон ҷо як изи ангуш нест. дар назди ҳавз хӯрданду нӯшидан, аммо дар он ҷо ҳам из нест. танҳо тири нуқрагин аст. чизи дигаре наёфтем, сардор? ман фаҳмидам, ниёзӣ. хеле хуб фаҳмидам. парво накун. лекин сардорам, фикри маро нороҳат мекунад. тери нуқрагин чун полис кор мекунад. ин дафъа ҳам моро дар ғафлат гузошт. ман ҳам ҳамонро фикр дорам. ё ин ки сафашро иваз кард. чӣ мегӯӣ? الو روز بخیر. خبری میخواهم رسانم. چی خبر؟ نقطه تیری نقرگین را برایتان میگویم. آن طرفش مهم نیست. من به شما نشانی را میدهم. شد، فهمیدم. تشکر. بخیر است سردارم. نفر جای تیری نقرگین را خبر داد. در این کار یک بازی رفته ایستاده است. اگر دوام دادن گیرد عاقبتش رو بخیر نمیبینم. چه علاج؟ یک رفته میبینیم. نیازی تو اینجا من. برای یافتن دلیل مشغول شد. بیام امدو رویم. барори кор. سردارم نشانی کجا بوده است؟ در نزدیکی ایستگاه عمریان است. زودتر باشه، زودتر. диққат. ду гурӯҳро ба наздикиҳои истгоҳи умариён равон кунед. онҷо во мехӯрем. چی شد؟ فیفی را دستگیر کردید؟ پیش از ما نفر همه را تازه کرده است. فیفی را کشته است. آقای پروکورور، دلیل ها را از آنجا برداشتند. لیکن در جای حادثه تیر نقرگین یافتیم. حتی معلوماتی هم گرفتیم. نجیب، از رفت کار خبردار نمایید. خوب آقای پروکورور. فیفی را گرفتید؟ گرفتیم، اما مرده‌اش را. در فرهنگ ما از خبری مرگ اندوهگین می شود. این خبر چه جای خنده دارد؟ صحبت امروزمان را یک بار دیگر دیده می براییم. از این رو لازم است که باز واخوریم. ана махфигоҳ куҷо будааст? شما هر دو به آن طرف روید. شما حاقان را دستگیری کنید. ببین اینجا اصلی خانه. نمدو نیازی را جزم. کارش در همان تمام شده باشد. اینجا فهمو سردارم. اینجا را ببیند تا با کوچکترین چیز دقت دهد. алло ниёзӣ, коратон онҷо тамом шуд? майлаш. ягон чиз ба даст оварда тавонистед? фаҳмо. тамом ки шуд, зуд инҷо биёед. ниёзӣ, маро фаҳмиде? фаҳмо? ин ки? аҳа. сардорам, ниёзӣ каме дертар ба инҷо расида меояд. ҳамаи инҳо нафаронеанд ки тири нуқрагин куштааст. дигараш шоҳон ки ба дор овехта шуда буд. инаш муҳофиз ҷавод. тарҷумаи ҳоли тири нуқрагин дар ин ҷо будааст.
احتمال باقی‌مانده‌ها هدف‌های آینده اویند. بچه‌ها تا آمدن گروه تفتیشات شما اینجا نوبرداری کنید. شما زودتر اطراف رو تحت نظارت گیرید. هاخان، والکان، عثمان، فهمو. شما بالا رو نگاه کنید. کار تمام. نجیب به دام ما افتید. امشب معرکه نجیب و یگیت است. میرویم. رفته. سردارم کارمان اینجا تمام شد. میتوانیم رویم. در امنیت رو میخوریم. فیفی عذاب نکشید آخر؟ نه سردار، چون فرشته روحش را تسلیم کرد خواطر نشوید. با دادستانی که مرا مجبور کرد تا انگشتم را برم درسی خوبی خواهم داد. سردار این کار مگر کمی خطرناک نیست؟ هرچی بادا باد. درون من که می سوزد از آنها هم سوزد. میخواهم همین شب دادستان به قتل رسد. همین شب. مادامی که شما چنین میخواهید پس دیگر جای گپ نیست. خودی حاضر تیاری هم اون را میبینیم. کسی را اینجا دیدن نمیخواهم. این شب شبی ماتم است. اپا جان شما شنید من میکنم. تشکر دخترم. به خدا روزی دراز کار و باری دکان رو کردم. باقی نجیب چی شده است؟ از آمدنش چونین است. دهانش را نمی کشاید. می ترسم که پرسم. یگیت می آمده باشد. البته می آید. ممکن مسئله او باشد. صبر کنی معلوم می شود. محترم سردار، در این عملیات انرژینیکوم هر روز یک حادثه مانع کار ما می شود. از جمله قسمی از وسایط اخبار عامه می کوشند که با ما فشار آورند، چون این عمل تأثیر منفی می رساند. آقای دوستان، شما در دایره صلاحیت خود به یگان ممانعت می توانید آزاد حرکت کنید. این دعوا دعوای عادی نیست. مسئله آینده کشور است. یا دولتی پیشتر می گردیم و یا دولتی که در خود وامانده است. درد که پیدا شد صدای ناله هم می براید، لیکن صداهای آنها بی منطق است. وظیفه شما عدالت را به جا آوردن است. با عالمیان نشان دهید که در این کشور حقوق والاتر است. باقی کاری ما. هجوم هایی که نسبت من می کنند مهم نیست. من به ولایت قانون باوری دارم. از نفرانی هستم که پشتبانی قانونند. همه کوشش و غیرت من به آن است که قانون پایدار بماند. فکر و اندیشه‌تان را میفهمم. البته این کار را به تدبیر امنیتی پیش بردن دشوار است. از همه داوری اساسی وجدان است. وجدان آزاد باشد همین کافی است. ببینید، در این کشور از دموکراسی برگشتن نیست. برای همین همه در پیش خود وظیفه‌های مهم دارد. عملیات در کدام سطح است؟ میخواستم آید به این موضوع با شما معلومات دهم. خدای توبه، من باری هم اکای نجیب رو در این احوال ندیده بودم. خدایا باز یگان جنجال نشود. لیکن می ترسم.
اکا یگیت اومد. آفرین تا جای رفتشین بسیار گپ نزن. مایل دادا من چیکار کردم؟ بچم دادت امروز در غذا بس صبر کن. فهمیدم. شیر بچه من فاتح جان خبرگیری آمده است. انا فاتح جانی ما هم آمد. شیرین خوش آمدی ایگی. سلام سردارم. خوش دیدیم. خوش آمدی. بخیر است اپا؟ طبی سردارم خیر است؟ چی شده است؟ من نمیدونم یگید بگذار خودش گوید. یا با تو گفتنی دارم. البته صحبت میکنیم سردارم. چه گپ شده است؟ راگرد نجیب چی کار میکنی از برای خدا؟ یک مرده که کلان را مثل کودک کشاله میکنی. آخر او مهمان است. کاردار نشوید. راگرد برای شما تشکیلات را چنین بسته‌بندی کردیم. حالا البته بعضی کمبودی ها موجود است. آن از 4 قسمت عبارت است. در پایان قسمی اساسی رویخطی کارمندان است. احتمال است که این فروخ قراداغلی و توران سایلو با لقبی آقای کبوتر برای دستگیر کردن آنها اجازت دارید؟ آقای سردار تا حال یگان دلیلی معتمد نداریم. در زیر این قسمتی اساسی قسمتی سنجشی و نقشه گذاری هست. فکر میکنم که روزنامه نگار جمهور ایلهان و ریکداری که در نقشه نامش ذکر شد جا گرفتند. آنها از بودشان هم بدترند. البته در قسمت پایان تالاری انتظاری موجود است. افسوس که اینجا هنوز خالی است. ما باید ارتباطا با مافیا، وسایط اخباری عامه و از همه مهمش خزینه را باید یابیم. بله این نکته مهم. سردارم نکته مهم که بودن راهبر است. برای حل این معما احتیاج به دسته علاوگی داریم. عملیات برای حل کمبودی ها و معین کردن سرداری آن روانه کرده می شود. در این بابت یگان مشکلی نیست. به این هم امنیت برای شما صلاحیت های تازه داده است. شما تنها ناهراسیده و دور نشده صلاحیت های خود را به کار برید. یعنی هر کسی را لازم دانیم می توانیم بگیریم. درست فهمیدم؟ عیناً همین خیل. با تو ماشینینه و محافظ میدهیم. آقا به این احتیاج ندارم. ما مسئولیت خود را انجام میدیم. شما از خودتان را مسئولیت چنین بود. به شما و به دسته‌تان باوری کامل داریم. یگانه خواهش ما کشور را از پنجه قانون شکنها رها کردن است. ما قوه‌مان را نه از سیاست بازها و نه از این و آن میگیریم. ما قوه‌مان را از حق، حقوق و صداقت میگیریم. فهمه برای دستگیریتان مینت دارم. سردارم اول با من فهمانید. شما عجایب رفتار میکنید. چی شد آخر؟ من باز چی کاری ناجا کردم؟ دیگر چی کاری باید کنی؟ همش دیگر عیان شد. و تو چیکار کنم اکنون؟ چی شده است؟ به من میگوید یا نمیگوید؟ حاضر چونو قهرآلوده هستم که از قهر سر و مینه میجوشد. دستانم میلرزد. توبه کردم سردارم. من در حقیقت کی بودم؟ خدایا توبه. او چه دادم رو بینید بسیار به غضب آمده است. من سخت میترسم. بخیر است انشالله. به این رو چشم رسیده است. نه خواطر نشوید. حاضر باز شوخی رو سر میکنند. چه شدنش رو تو از من خوبتر میدانی؟ چرا میدانم؟ انا همینی تیری نخرگین. چرا این کارو کردی؟ چرا با چنین جنایت های وحشیانه دست زدی؟ تو را باور کردم، دادر گفتم، فرزند گفتم، اما تو مرا فروختی. حتی قاتل شده برآمدی. اگر در دست دلیل داشته باشید پس لحظه تأخیر نکرده مرا محکوم کنید، محبس کنید. همین این کار میکنی؟ اما دلیل هست. این را از مخفی گاه دریافتیم. آخر به من چی؟ کسی آنجا مونده است شاید خواست است که گناهش را به سر من بار کند. هر دویمان حقیقت را میدانیم. همین با چشمم نگریسته به من دروغ میگویی. حیف باتد. شما چی میگویید؟ اگر همین دلیل باشد پس مرا دستگیر کنید، لیکن این دلیل نیست. ببینید رنگ خودتان دیگر شد. گوش کن مرا. از دهانت چی میبراید خودت نشوندی؟ خدایا در اینجا چی کنم؟
سردارم شما چیکار میکنید؟ میترسم که هر دویشون حاضر جنگ میکنن. بچه من نزدی دادم میروم. این برابر نیست. من چیکار کردم؟ زن سردارم، در این دنیا تنها شما حق دارید که مرا زنید. تنها نزد شما سرم خم است. زنید آخر. اگر خواهید پرانید، هرچی خواهید کنید، زنید آخر. این چی مناسبت است؟ چی شد؟ دیوانه شدی مگر؟ ممدو نمیبینی؟ او در غضب است. رفته جدایشون کنیم. این چی بلا بود به سرمون اومد؟ چی میخوای از سردارمون؟ مگر کارهای کردت بسته بود؟ ممدو نزد مردم خودت را به دست گیر. نجیب یگید دادا التماس آرام شوید. دادا از برای خدا یگید بگویید چی واقعه؟ شرم نکرده باز به سردارم جواب میدهی؟ ممدو آرام شو. آخر او یگید است، بیگانه نیست کو. کاش که بیگانه میشد. بس گفتم بس. همه تا درون درآید. نجیب التماس آرام شو. و شما با درون درآید گفتم. شد عصبی نشو. میدرویم. بیاید بچه ها. رانو ملیکا شما هم بیایید. رفته ممدو تو هم درو. رانو رو از اینجا. رانو آقای زکی، هم محافظ و هم رانندهت بلال. سلام علیکم، من بلال. سلام. هیچ لازم نبود محترم سردار. خودم رفتم می آمدم. باز گپ نشود. چیزی نمی شود، این امری من است. مایلش اگر امر باشد. شب بخیر. با تو چی شد؟ دیگر تو رو شناخته نمیشود. گویا تو رو عوض کردم. چرا به زندگی من دخالت میکنی؟ دوستم، تو دردی مرا چی میدانی؟ جورا جان شاید تو راست میگویی. ما مگر از هم جداییم؟ من برای تو جانم رو میدهم. فکر میکنی که بلای به سری تو آمده درونی مرا نمیسوزاند؟ یکیت گوش کن. خودت را به دست گیر. هممون برای تو میسوزیم. این رو به ما روا مبین. جورا جان تو ساده ای مگر کور هستی؟ معلوم است که کسی با تو چون موش و گربه بازی میکند. میفهمی؟ بیدار شو. عقلت رو به جایش مان. معلوم است که کسی بازی دارد. به زعم آن شما هر دویتان گلوی مرا فشرده ایستاده اید. در کار شود. چون این هم میکنه. برادری من هستی. جانی من هستی. برای فایده تو همه کار رو میکنم. همه کار رو. همه چیز رو میفهمی؟ میفهمی مرا؟ ایستید. هر دویتان ایستید. ممدو ایست گفتم. تا به جا آمدنی عقلت تو رو میزنم. دانستم اگر این دست بر سری تو بالا شود من آن را کنده میپرتایم. ولی اگر تو زدن خواهی مرحمت زن تو هم به درون رو. یک روز از این کارت سخت پشیمان میشوی. آن وقت دری کسی رو زنی هم گشاده نمیگردد. تنها میمونی. بعد نگو که نگفته بود. ممدو سبب جنجال چیست؟ جنجال اکای نجیب و یگیت رو هیچ تصور کردن نمیتوانستم. یگیت امروز استعفا داده است. استعفا؟ با فکرم تگی کاسه نیم کاسه هست. چی خیلی؟ خاموش است رانو. با تو میگویم.
خدایا تو هم بالا سری ما سردار شدی. چی دیگر گپ نزنیم؟ شکر کن که در خونه یکی نجیبیم وگرنه به خدا. وگرنه چی؟ گوش کن مرا عصبی نکن. التماس اقلا شما آرام باشید. شد ببخش. گوش کن یگیت حاضر با تو یک چیز میگویم ممکن به من باور نکنی. چی بوده است؟ نمدو با تو گفت که با تو بازی دارند. این درست بود. چی خیل؟ در حقیقت بازی چه نفری شده ای. در دام تو رو میخواند افتانند. در پرونده نقشه ها درباره تو پرونده مخصوصی هست که رمزدار است. خیر؟ دنبالت نفری هست. و آن کس چند ماه است که تو را تعقیب دارد. حتی چی؟ حتی در پرونده آمده است که حلیمه را دانسته به قتل رسانیدند. برای تو را قهرآلود کردند. سردارم شما چی ها میگویید؟ چی ها میگویید؟ واقعا همچنین است. افسوس روزهای آخر نفری هست که با تو واخوری گذراننده ایستاده باشد. کار دنیا چنین است. او کسی که نباشد دنبال تو هست و تو دام شیطانی میخواد اندازد. چی که میدانی به من بگو. داد زنیم و جنجال هم کنیم. تو فرزند ما هستی. بگو تا اینکه کمک کرده توانی. به کمک احتیاج ندارم. کسی را هم دیدن نمیخواهم. یگیت گوش کن. این خیلی مهم است. دیده و دانسته تو را از دست نمیدهم. از میان دستانم دور شدن ندارو تماشا نمیکنم. بگو آخر کسی هست؟ از برای خدا این سخنها را یک طرف مانید. از این پرسش و بازپرسی ها بیزار شدم. بیهوده مرا تعقیب دارید. کسی دام گذاشته است و شما باشید بیخبرید. یگیت نرو بیمان اینجا. خودتان میدونید که اینجا دسیسه هست و باز باوری دارید که تیری نقرگین منم. در چنین حالت سردارم مرا به جز رفتن راه دیگری نیست. یگیت ایست مرا. یگیت تو راه را نظارت کن. احاطه میکنیم فراموش نکنیم. اکا کاری سلاح زیبی من نیست. شما آدم را از ماشین فرارید و من با کارت پاره کنم. دیوانه مسعود باز دیوانه شده. کمتر با عقل شو. در قدیر آدم را پاره میکنی؟ اکا ماشین می آید. می آیند آماده باشید. وای این کی باشد؟ فاتح است مگر؟ این چیکار میکند؟ همه چیز رو غلطاندی. یکی در کجاست اکای نجیب؟ نمیدونم. با من باور نکرد. مسخره کرده رفت. سردارم نگفتید که تو رو بدام افتاندنیاند؟ گفتم اما فایده نکرد. من رو میابم. دخترم تویست. با تو چی شد؟ کار خوب نشد رنجیدگیست. تو رو از کجا میابی؟ نمیدونم گفتم میابم. همه جا رو میگردم و او رو میابم. ملیکا. آقای پروکورور راه را تعمیر کرده ایستادند. چرا در راه نشانه ای نگذاشتند؟ ایستا ایست ایستا ریزد رو کشو.
تیریزا را کشایم آقای پرکورور. این آدم در نظرم شپناق می نماید. مایلش خواطر نشو. مشکلی ندارد، حل میکنیم. خوش آمدی. ایز چیکار میکنی؟ من به تو گپ دارم. مایلش گپ زن. لیکن در اینجا نه. کنی بینیم سر به پایان چقدر طاقت میکنه. سلاح دارد. زود ران. برایت یادآور می شوم. من به کسی حسابات نمی دهم. ولی گوش کن، من از تو حسابات طلب دارم. کنی گپ زن. من چیزی رو نمیفهمم. من میفهمانم، باکی ندارد. وقتمان بسیار است. گوش کن، آدمانی که برای تعقیب میکنند کیستند؟ کدام آدم ها؟ حالی برای کشتند. از عقیبم مثل ما تعقیب دارند. از من چی میخواهند؟ چی میخواهند؟ گپ زن. من با کسی ارتباط ندارم. تنها کار میکنم. دروغ میگویی. بار دیگر میپرسم، تو کی هستی؟ آنها کیستند؟ کاری نادرست میکنی یگیت. تو نادرست میکنی. این خطای دویومت. یک خطای دیگرت حیاتت را بربار میدهد. بار آخرین از تو میپرسم، با آن آدمان چی ارتباط داری؟ گپ زن. بگو، با آن آدمان چی ارتباط داری؟ کیست در آنجا؟ کیست میگویم؟